بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت دوستای گرامی، خدا کنه که جور صحت سلامت باشین. دوستای امروز ما آمدیم در NIC هستیم، تقریبا مدت 6 ماه ترینینگ در بخش MSMK، مهری شناخت مهری کاربار. در این بخش ترینینگ ما گرفتیم دیگه، مدت تقریبا 6 ماه متواتر در اینجا رفت آمد داشتیم و تعداد نفرایی که مثال اینجا انتخاب شده بودند و تعدادش تقریبا 30 نفر بودند. در بین 30 نفر تقریبا 8 نفر از مهاجرین افغان از سراسر کویته در این پروگرام که شرکت کردند. در این پروگرام چیزایی را که برای انسان یا برای کسایی که مثال شرکت میکنن برای اونا میآموزند، از قبیل کلکولیشن، از قبیل میتدز، از قبیل که یعنی همون کاروباری که در هر کاروباری که شما وصل باشین یا که کاروبار را پیش میبرین، اونا را چطور میتونین که مثال شما به اوج موفقیت برسانین. دیگر به خاطر پروتکلی که بتونین امور متواتر به از طریق امکاناتی که در اختیار شما قرار داده میشه یا استادایی که اینجا میان از دیگر لمز یونیورسیتی، از نست یونیورسیتی، از خود داخل بیوتامز یونیورسیتی، او استادا اینجا متواتر آمده بر شما در سشن ها را ترتیب میتن و شما را ترین میکنند. در بخش 2 ماه الی 2.5 ماه کلاس ها هست. بعد از 2 ماه 2.5 ماه بعد از وقتی زمان کلاس ها به پایان میرسه دیگه باز کارهای عملی که مثال شروع میشه. و امروز خاص الخاص تاریخ 13/9/2024 است، روز شنبه، ما به یک پروگرام به نام اکسپوژر فور ترینیز دیگه در او شمولیت داریم و از طریق خود یونیورسیتی بیوتامز فعلا دیگه انشالله میریم طرف یک اکسپوژری که برای ما انتخاب شده به نام عالمجی تریدرز یا عالمجی کمپانی است. فکر کنم اونجا رفته دیگه ما با همراه تعداد کسایی که مثال در این ترینینگ با ما هستند دیگه، تعداد 30 نفر الی کم و بیش دیگه با هم میریم دیگه، از اینجا دیدار میکنیم و دیدن میکنیم دیگه. با ما باشین ان شاء الله تعالی. کوشش میکنیم که معلومات ابتدایی را که ما به دست بیاریم با شما شریک بسازیم و دوم شما کوشش بکنین که زمانی که در پیج NIC، در پیجی که مثال از طرف فیسبوک و اینستاگرام و از طرف توییتر که به نشر میرسن، شما مو پیج همیشه فالو بکنین و از اون طریق میتونین که در این امکانات شما دسترسی پیدا بکنین و در این سیشن هایی که مثال از طرف NIC گرفته میشه در اونا شما سلکت شوین، انتخاب شوین، بیاین و همین پروسه را پیش ببرین. و در این یگانه چیزی که بسیار یعنی مفید تمام میشه و استعداد و سویه فکری انسان خیلی بلند میبره. و بعد از وقتی که 6 ماه دورانی مکمل شد، در اختتام رسید، مبلغ 5 لک کلدار پاکستانی، یعنی به هر فرد برنده که مثال در 30 نفر 10 نفر تعداد 10 نفر برنده انتخاب میشن، کسایی که همو گرانت میبرن، مبلغ 5 لک کلدار به خاطر پیشبرد همو در هر فعل و در هر شغلی که هستن و در او صحیح سیستماتیک داخل از او سرمایه گذاری بکنن و امور سیستماتیک خوب به طرز خوب پیش ببرن دیگه. با ما باشین، سلامت باشین و هر معلوماتی که ما به دست آوردیم ان شاء الله با شما به نشر میرسانیم. تشکر از توجهتان.